با مقصد عملی نمودن امر سروری دولت پیشروی ملت در سمت برگزار نمودن نشست‌های مطبوعاتی در ناحیه وخش با اشتراک وسیع کارمندان وسایط اخباری عامه وخوری دایر گردید. در جمع آمد رهبریت ناحیه وخش، معاونان، رهبران تشکیلات مؤسسه و اداره کارخانه‌ها اشتراک کردند. سال سپری گردیده 2022 برای مردم شرفمند ناحیه سال برار و کامیابی‌ها ارزیابی گردیده در همه بخش‌های خواجگیداری به نتیجه‌های دلخواه نائل شدند. حجم عمومی محصولات کشاورزی در همه بخش‌های خواجگیداری به 1 میلیارد و 614 میلیون و 201 هزار سومانی رسانیده شده است که نسبت به سال‌های پیشین خیلی زیاد میباشد. اظهار داشت ضمن برآمد رئیس ناحیه. سوهای کشاورزی عامل اساسی تامین کننده امنیت عضوقواری، منبع تامین کارخانه‌های کارکرد صنعتی با اشیاء خام، بخش تشکل دهنده صادرات به خارج کشور بوده بر رشد سوها دقت مخصوص روانه کرده شده است. کشاورزان ناحیه سال گذشته در میدان 17461 هکتار کشتی زیرات‌های کشاورزی گذراندند. در همه بخش‌های خواجگیداری پیشروی‌ها به نظر رسیده. کشاورزان کوشش بر آن دارند که به کشت بهاری پورا آماده گردیده حاصلناکی را باز هم افزون نمایند. روزنامه‌نگاران اطراف مسائل رشد ساحه‌های اجتماعی، معارف و تندرستی، فرهنگ و ورزش، صنعت و ساختمان، تعمیر و از نوسازی مؤسسه‌های تا مکتبی و ساختمان چندین مؤسسه‌های تعلیمی و سیمخانه‌های علاوگی تبادل نظر کردند. در تامین اهالی به جای کاری دائمی و موسمی دقت بیشتر روانه کرده، ساختمان و از نوسازی و تشکیل کارخانه‌های صنعتی با مرام ادامه دارند. روزنامه‌نگاران اطراف تازه کردن جوی و زهکش‌ها، تعمیر راه‌های محلی، نرسیدن آموزگاران در مؤسسه‌های تعلیمی، عمومی گرداندن ساحه ورزش، رشد و انکشاف ساحه سیاحی، ساختمان کارخانه‌های کلان صنعتی، بنیاد آثارخانه‌ها و حفظ یادگاری‌های تاریخی، پیشگیری جوانان از حزب و حرکت‌های ارتجاعی، آمادگی محصلین به آزمون و المپیادهای ولایتی و جمهوریوی، بلند برداشتن حاصلناکی محصولات گوناگون و دیگر مسائل جای داشته تبادل نظر کردند.